شما شروع کن دیگه، خیلی وقت نبودید، همه میست کردن تو برو. سلام دوستان، به برنامه مسجد خوش اومدین. بنده رام هستم، سهیل اقتصادی، و معمولا ما با هم دیگه میشینیم شعر و ور میگیم. چند وقتی بود نبودم ونکوور، دلم تنگ شده بود برای این خپل. خیلی من میزنن که چرا دعواتون شده. اول بگو چرا دعوام شده بود. ببین چون آدمی تو دیگه، یعنی ته خطش آدمی که ضد بشریت صحبت میکنه، تو پاچه مردم میکنه، سر همه کلا میذاره، دروغ میگه مردم، میگه پولاتون رو خرج کنین. نه من که واقعا میدونم، به خاطر اینکه ونکوور نبودم زیاد دیگه، هر دفعه می اومدم ولی دلم تنگ میشه برای صحبتامون دیگه. خیلی اکتیو بودی توی یک سال گذشته. در بازم دارم تور میرم. برین kingram.com بلیطاتون رو بخرین. تو کجا داری میری باز؟ آمریکا، دوباره از باستون و نیویورک تا وست کوست، یعنی کل شهرها رو اینجوری میچرخونیم. اوه چه حالی بده. آره خیلی خوش میگذره تو جاده، یعنی بهترین عشق و حال رو تو اون سفر رو تو جاده میکنی. حالا تو که تو جاده تو آمریکا هستی، میتونی به عنوان یه نفر که اونجا زندگی میکنه حرف بزنی یا نه حتما فرق زیادی هست؟ تو همیشه مثل توریست اونجا اکسپریانس کردی. آره دیگه، میگم دیگه ته خطش البته جایی من زندگی کردم زیاد، هم نیویورک، هم الی، هم توی وست کوست، تو اورگن و اینا، تو کانادا هم توی ونکوور، هم توی تورنتو. و میگم یه چیز خوبی که توی جاده هست همیشه من میگم، یعنی حسی که میکنم تو سفر اینه که تو با اینکه هزار تا بدبختی و مسئله و مسئولیت داری، ولی به هیچی فکر نمی‌کنی جاده. آره. این ایمیلاتو چک نمی‌کنی، اصلا برات مهم نیستش که جواب تکس‌ها رو بدی ندی، فقط تو اون لحظه حضور داری. بعد از لحاظ اینکه آدما و فنا که تو رو میبینن باهات ارتباط برقرار میکنن، تو هم یه بهانه‌ای برای لشبازی اونا، چون تمام زندگیش یه چارچوب خیلی کف و مرتبی داره. تو که میای میگی آقا بذار با این بخوابم، یا با این برم پارتی کنم، یا برم شات بزنم، چه میدونم هر کاری. و تو یه بهانه خوبی برای اونا، برای تو هم خب یه خیلی باحاله، چون آدما مهمون نوازی که دارن اون در آغوش خودشون تو رو میگیرن و خونهشون دعوت میکنن. خودی دیگه تو سفر رو که میدی که دعوتت میکنه، خیلی خیلی باحاله دیگه، اون حسی که همه از تیک کیر میکنن. من چون خودم من همونجوری خیلی دوست دارم مهمون نوازی کنم، مثل تو من میام خونه تو، یعنی قشنگ فول سرویسه، انگار اومدم هتل 5 ستاره. عشق من خودم فکر نمی‌کنم کار خاصی واسه انجام میدم. دیروز اومده بود با هم نشسته بودیم، یه تیکه پنیر اینجوری با جا و پلاستیک و اینا رو میز بود، یه چاقو داشتیم با یه کیسه که توش نون بود، دستمون که از نون می‌کنیم پنیر خوریم. بعد النا اومد تو اتاق شروع کرد به من داد بیداد کردن که خاک بر سرت کنن و دعاتی جواد و فلان. بعد بشقاب آورد و مرتب کرد اینا، ولی خلاصه خیلی من میشونم. من این تازه فکر می‌کنم من هیچ کاری نمی‌کنم. ببخشید سوال، من یه چیزی که برام اتفاقا سوال پیش میاد توی این سفر، می‌خواستم این اپیزود اول در مورد این موضوع صحبت کنم. اینه که هر دفعه من سوار یه هواپیما میشم یا یه قطار یا یه جایی که میرم، چون تو زندگیم خیلی پیش اومده برام که دیدی مثل این فیلم‌های سینمایی هستن که تو آخرین نفری میخوای برسی و به قطار نمیرسی، بعد قطار دیریل میشه و همه میمیرن و تو زنده میمونی. مثلا همیشه برام این سوال دیگه که مثلا خونه میبینی دوست سمیت پشت زنته. دقیقاً. تو اون زندگی‌های موازی همیشه برام سوال بود. داشتم با خودم به زندگی خودم برمیگشتم، فکر می‌کردم خب تو برای تو چه موقعیت‌هایی، چه مسیرها، چه دوراهیایی تو زندگیت بوده که فکر می‌کنی اگر یه جور دیگه میشد زندگی کاملا فرق می‌کرد و این سوال امروز نمی‌شدی؟ هممون چون داریم اینو. ببین من اتفاقی که تو زندگیم افتاده که تو زندگی مثلا یعنی فکر می‌کنم تغییر داد، خب اولین تغییرم این بود که من توی مدرسه بزرگ شدم که شانسی، چون من خیلی خجالتی بودم. من همه فکر می‌کنم من بچه بودم از اون بودم که در و دیوار رو می‌آوردم پایین، خب ولی مثلا من تو مثلا 11 12 خیلی خجالتی بودم. دیدم تو بولی نبودی مدرسه‌ت؟ همون دیگه اونجا شروع کردم دیگه. بعد دیدم که دنیا دست بولی و بچه باحالا و ایناست، بقیه فقط دارن تو دنیا اونا میچرخن، امیدوارن که مثلا وقت کسی بهشون حمله نکنه. بعد گفتم خب من نمیخوام این ور باشم، میخوام اون ور باشم. بعد که من تو این پروسس بودم که بیام مثلا شخصیتم عوض کنم و پر رو بشم و اینا، شانسی که آوردم مدرسه ما سوم راهنمایی که رسیدم دیگه قلدر مدرسه بود دیگه. سوم راهنمایی اولین باری که همه بچه‌ها بچه بزرگ میشن و به اول دومی زور میگن تو ایران. بعد سال بعد میری اول دبیرستان کتک میخوری، چون که یهو 3 سال از بزرگتر هستن، بزرگتر 18 ساله و 14 فرق داره دیگه. میدونی چون اصلا بابات میتونه کتک بزنه که ولی بابات نیست. بعد من توی اون سن مدرسه‌مون شانسی وقتی من سوم راهنمایی بودم فقط اول دبیرستان زد. یعنی وقتی ما سوم راهنمایی بودیم اول دبیرستان وجود نداشت.
وقتی ما سوم راهنمایی رو تموم کردیم مدرسه‌مون اول دبیرستان زد. بعد اول دبیرستان که تموم شد مدرسه‌مون دوم دبیرستان زد. دوم که تموم شد سوم زد. واسه ما 4 سال ابرقدرت بودیم توی مدرسه. اون 4 سال منو خیلی پررو کرد و تو اون 4 سالی که من کاراتمو رفتم و نمیدونم دیگه ورزشکار شدم و فلان و بسار، تو اون 4 سال بود که اولین چیزش بود. دومین چیزش این بود که بیام کانادا. خب من اصلا دلم نمیخواست بیام کانادا، عاشق ایران بودم. من از ایران تا اینجا گریه کردم. بعد توی انگلیس تاریخ تولدم به یارو اشتباه گفتم که برگردونه. واقعا میگی؟ آره. یارو قشنگ گفت تاریخ تولد چیه؟ گفتم این. بعد اینجوری کرد sir nothing matches. مثلا روز و ماه و سال اشتباه گفتی. عجب بالی بودی. ببینم برای چی؟ یعنی تو رستوران تو نمیخواستی بریم به زور تو رو فرستادن؟ آره. بعد بابام به یارو میگه بابا he's crazy. با بنده خدا با بیزبانی he's crazy, he's lying, he doesn't want to go. وای بدبخت بابا چی کشید دستت؟ آره یه بار میگفتش که بچه رو مین کنترلی که روش داری رو پوله. تو یه سگزده از 13 سالگی پول در میآوردی، ما نمیتونیم کنترلت کنیم. پس یعنی اون مسیر، پس یعنی که اون تصمیمی که تو رو به زور فرستادن کانادا، اونم مسیر زندگی تو به کامل. یعنی اگر مثلا سوال میموند ایران، میخوام اینو برام بکش، یعنی هر وقت هر کدوم مثالی که میزنی اونور قضیه چی میشد؟ یعنی اگه فکر کنم سوال میموند ایران، الان چه بیزنسی داشتی؟ اصلا چه لایف استایلی داشتی؟ الان من این بچه غیرتی بودی که جردن رو بالا پایین میکردی یا ببین مگه ایران، خب اول مگر ایران میموندم چیز بودم، از این مؤدبا بودم که خواهش میکنم بفرمایید اختیار دارین قدمتون رو تخم چشمون، اینجوری بودم. صاف بشین تکون نخور، خیلی رسمی بودم پراکو، چون بابام اون نخست وزیر کشور میشه دیگه. منو بزرگ کرد، من آدم حسابی بودم. بعد حمالی رو یاد گرفتم. یعنی وقتی اومدم اینجا بابام منو خود دوما با من بود، رفتن ایران. بعد دیگه تو خونه می‌رسیم فوش بدیم، می‌دونی چی میگم؟ بعد یواش یواش من حال کردم با این سیچویشن، یهو 180 زدم. شروع کردم دیگه فقط فوش دادن و بابا چه مسخره بازی، این همه مؤدب صحبت می‌کنیم، چه مسخره بازی، سر وقت بریم سر تایم دیگه. خب اون خیلی شخصیت من عوض کرد. من اگه ایران بودم، من فکر می‌کنم اگه ایران بودم حتما تو بیزنس بودم و داشتم مثلا فکر می‌کنم یه فرانچایز رستوران داشتم و فکر می‌کنم یه کمپانی واردات صادرات داشتم. نه یعنی شاید صادرات وسایل ایرانی رو به خارج داشتم و واردات وسایل چینی رو به ایران. مثلا من فکر می‌کنم من تو این دنیا بودم. مثلا من کسی بودم که اولین نفر بودم که برام مثلا از آمازون جنسا رو بیارم ایران. مثلا اگه می‌خواید جنس سفارش بدی آمازون مثلا دبی سفارش بده، ما واسه 3 روز. آره توی پرانتز دیدی که یه بیزنسایی تو ایران وجود داره آره. که هیچ جای دنیا وجود نداره، چون در اصل یه حالت ثird پارتی، نقش یه ثird پارتی رو بازی میکنن که می‌بینی، چون مثلا تو ایران واسه نیست به اقتصاد بین‌المللی. مثلا نمی‌دونم یه سری کمپانی هستن توی ایران که کارشون اینه که یوتیوب اکانت برای تو درست میکنن با حساب و اینا، چون تو ایران هستی تو حساب ممکنه 40% هم میزنن. آره یه درصد عجیب غریبی هم میگیرن. مثلا آدم کف میکنه، مثلا همچین بیزنسی رو کاغذ هیچ جای دنیا وجود نداره. آره خب باز میکنی بروتو میگیری دیگه. آره. ولی مثلا تو ایران یعنی کلی از این میدلمن و بیزنس‌های خیلی خیلی میگم مثلا یه مدل دیگه است اصلا کسب و کاسبی اونجا. آره من فکر می‌کنم من تو اون دنیا میرفتم وارد میشدم. بعد خب مامانم آرایشگاه داشت، مثلا معروف‌ترین آرایشگاه ایران مال مامان من بود، آرایشگاه صدف. بعد خب من میادم تو اون یه کاری میکردم، بزرگش میکردم، شعبه دوم میزدم، نمیدونم. میدونی من تو ایران خیلی میدیدم که میتونم خودمو گنده کنم. بابام چند تا کارخونه داشت. چرا بس فرستادن اصلا بری کانادا؟ چون میگفتن ایران بده دیگه. نه اتفاقا من خیلی آدم حسابی بودم، در حدی که وقتی اومدم اینجا من 17 سالم بود، خواهرم 21 سالش بود، 4 سالم اینجا بود وقتی من اومدم. بعد خرج خونه رو دادن دست خواهرم واسه 3 ماه. منم میگفتم چرا این دست اون، به این دست من. بعد بابا یارو 21 سالشه، حتی بزرگتره، اینجا زندگی میکنه، زایه است من بده تو 17 ساله نمیشه. و بابام رفت ایران 3 ماه بعد برگشت. بعد چقدر نشسته به خواهرم میگفت $21,000 گوشه رو کردیت کارتش توی 3 ماه. بعد بابام خرج زندگی اون رو جدا کش میفرستاد، یعنی خرج اجاره و تلفن و اینا رو، غذا اینا رو داده بود. یه 21 دیگه سورپرایز هم روش بود. بعد اون موقع خرج اینترنتمون بود $30، اجاره خونه‌مون بود $750. بعد بابام نشسته به طرف میگفت ببین من کاری ندارم، اوکی میدم، فقط بگو چی خریدی $21,000. $21,000 آتیش زد. بعد صدف جواب نمیداد، میگفت رو کریدیت کارتمه. جوابش اینه که $21,000 کریدیت کارتمه. بعد من خیلی خوب، به کریدیت کارت که پول ندادی، پول چی رو دادی؟ بعد میگم من حسین ترامپ بود دیگه قشنگ.
میگفت من حوصله ندارم، من وقت ندارم برم بشم، یا خود برو بخون. من میگفت آخه من نه بلدم برم استیتمنت از بانک بگیرم، نه میفهمم انگلیسی بخوام بخونم. اونم میگفت من نمیتونم دیگه، کریدیت کارت دیگه 3 ماه من 90 روز که آمار ندارم، هی دو در میکرد. بعد پولو دادن دست من همه رو، گفتم آقا تو خرجش رو چیز بکن. یعنی مثلا من همیشه حواسم بود، خیلی مسئول بودم و اینا، ولی یه کاراکتر 2 رو انتخاب کردم دیگه. دیدم کاراکتر 2 شهر باشی حال میده، مردم میخندن باهات، همه جا دعوت میشی، باهات حال میکنن. گفتم خب به جای اینکه سوبر باشم بذار شیطون باشم. و من شیطونی یعنی یاد گرفتم. یا دیگه الان تومه دیگه مغز داره همش هی داره میبافه، حالا این کارو بکنیم، حالا اون کارو بکنیم. آره خیلی عجیب از اون لحاظ که به خصوص وقتی میای اولش اینجا به نفعت پررو باشی، به نفعت که با کله بری تو دل همه و تو بخوای کارت راه بیفته. چون اگه خیلی خجالتی باشی و اینا، سیستم اینجا قشنگ تو رو میخوره. باید یعنی به مینیمم ترین کار ممکن فقط میرسی. تو یاد اولین کسی که اونجا باش دوست شدی چجوری بود و کی بود؟ ببین توی مدرسه که یادم اونجایی که من تو وست ونکوور بودم، خب اونجا ایرانی زیاد بود، یه سری برعکس ایرانی بودن، هم خیلی اصلا شبیه من نبودن هیچ کدومشون. بعد با یه سری برعکس دیگه دوست شدم. بعد یاد باشه های اسکول هم اینجا رفتی نرفتی؟ نه من بهت میگم های اسکول توی آمریکا و کانادا یه فرقی داره با ایران. ولی شاید ایران الان این روزا اینجوری بشه، ما 100 سال پیش رفتیم های اسکول. اینجا مثلا میدونی بچه باحالا یه اکیپن، بچه گاتیکا یه اکیپن، میدونی اون ورزشی‌ها یه اکیپن، خیلی گروه حکی میشه. نمیدونم ایران چقدر اینجوری میشد یا نمیشد، چون همه معمولا یه دست بود لباسا. یا ایران کلاسی بود بیشتر، کلاسا با هم بودن. بعد منم خب خیلی بچه چیزی بودم، مثلا لونر تو دنیای خودم، ولی مثل یه حالت کامیلیان. یه موقع توی اکیپ اینا بودم، یه موقع توی اکیپ اینا، بعد چون مثل رفیقای خیلی مختلف پیدا کردم. آفتاب پرست آره. دنبال کلمه‌اش داشتم میگشتم، هرچی مغزم فکر میکرد. و آره همه جور دوست سریع پیدا کردم. من این فقط ایرانی نبودن یا غیر ایرانی و اینا، چون آدم بدبختی که فکر کنم 1000 بار در مورد این موضوع تو اپیزود مختلف صحبت کردیم. تو میتونی بیای تو این کشور زندگی کنی، تو کانادا بیفتی توی اکیپ با یه محله ایرانی و تا آخر زندگی یک کلمه انگلیسی هم یاد نگیری و میتونی زنده بمونی. آره خیلی احمقانه. هندیام این کارو میکنن. یارو میبینی مثلا 44 سال اینجاست میگی هلو اینجوریه. بعد میگه اوکی میفهمم انگلیسی دیگه، هلو رو قبول کن، من یاد گرفته باشی 44 سال، یعنی دیگه کم لطفی میکنی. و خیلی احمقانه است. وقتی میگه کشور جدید به نظرم با توی حدودی هم خود فرهنگ خودت نگه داری، ولی فرهنگ این کشور هم در بر بگیری و سعی کنی از یه مخلوطی از همین چیزا به چیزی اضافه کنی به اون کامیونیتی و به کشور و اینا. و به نظر آدمایی که فقط گیر میکنن توی یه سری اکیپ‌ها و یه سری فرهنگ‌ها، خب به نظرم خیلی رشد فکری نخواهند کرد، خیلی محدود هم است. بخصوص وقتی که تو توی چارچوبی هم، حتی اگه شروع کنیم مثلا پول در آوردن در حد خیلی اوکی هم، میگم من که پولمو دارم در میارم دیگه، مثلا آدم میخوام چیکار، رفیق میخوام چیکار. آره دیگه میافتی تو آره بابل خودت در. اونم اگه اون انتخاب خودته، ولی مثلا برای من خیلی بورینگ و یک نواخت میشه زندگی اونجوری. من دوستم تنوع توی دوستام، توی رابطه هام، توی دنیایی که توش هستم برام خیلی مهمه. آره منم یعنی خیلی جالبه، تو مغزم فکر میکنم دوست دارم تنها باشم. یعنی مثلا خیلی موقع مثلا الینا میره بیرون میگم آخ جون الینا رفت هیچ خونی نیست، الان بذار بشم جای خودت. بعد میبینم 10 دقیقه 2 تا رفیقام پیشم با یکی دارم تلفن حرف میزنم، بعد میگم راست میگه. من اینجا یکی از دوستان بهم گفت خیلی تو همیشه این فسومیه که میخوای تنها باشی، ولی من تو رو از 12 سالگی میشناسم، تو یه روز تنها نبودی، تو همیشه یه روز با یکی بودی، حتی یه روز من یادم تو تنها باشی. واسه همین چرا این فکر می‌کنی راجع به خودت؟ من خودم همیشه اینو گفتم تو پادکستم، متنفرم از تنهایی. یعنی اصلا یعنی حتی تو پیری هم دوست دارم خونم پر آدم باشه و هم خونه‌ای داشته باشیم یا حداقل چه می‌دونم همسایه باشیم. من که بلنو گفتم اگه وقتی سنم رفت بالا یه خونه مثلا 5 خوابه 6 خوابه میگیریم، اتاق خودمون برمی‌داریم، 6 اتاقو به دانش آموزا اجاره میدیم. بعد همیشه خونه جوون توی خونه هست، میام میرم و بهش میگم مثلا دوست دخترتون رو بیارین، دوست پسرتون رو بیارین، پارتی کنین، باربیکیو هم استفاده کنین، هر از گاهی یه اورجی هم می‌ذاریم و نه دیگه پیدیدیش نکن دیگه. شما به عنوان بزرگان جمع. حالا یه پوینت دیگه که تو زندگی من به نظرم مهم بود، همین که گفتی اینجا های اسکول رفتی یا نه. من که اومدم اینجا باید میرفتم های اسکول، خب بعد اومدن وقتی رفتم اونجا بهم گفتم که تو باید یا بری گرید 11 یا باید بری 12. خب ما نمیدونیم کدومو میخوای بری. اگه میخوای 11 میتونی بری 11 که مثلا بیا برو،
اگه نه میخوای یه تست هست اون تست رو بده، امکان داره بتونی یعنی قبولشی میری 12 تو میتونی یه گرید رو میتونی اسکیپ کنی. بعد گفتم که خب اوکی امتحان بدم. منم موقع شاخ بودم فکر کنم درسم خوب و اینا، رفتم امتحان رو دادم و یادم چند نفر تو امتحان بودم زیاد بودیم. بعد که امتحان تموم شد من 2 نفر صدا کردم بیرون، من یه دختره رو گفتن سهیل و این دختره بیاین بیرون. بعد من هیچ چیزی نکردم، گفتم ای بابا الان میگن تو انقدر بد دادی بعد بری 10 بشینی. من 11 امتحان خراب می‌کردی چه من امتحان بدم، هم روز تو امروزی توش همین که الان مثلا بهت میگن در تو 10 هم بلد نیستی. رفتم بیرون و خانم من گفتش که آره شما لولتون از چیز خیلی بالاتر بود از اوریج، واسه همین شما میتونین گرید 12 هم اسکیپ کنین، میتونین یه ضرب برین دانشگاه اگه میخواین. بعد گفت بهتون تا مثلا آخر هفته وقت میدیم که تصمیم بگیرین چی میخواین برین، 12 یا برین یه ضرب دانشگاه. بعد من به خاطر دختر میخواستم برم های اسکول، خواستم من اونجا فقط دختر بازی کنم و فلان و بسا، چون من تو مدرسه ایران ترتیب پسرا رو میدادن دیگه گفتم اینجا دختر هست دیگه این چه کاری که نمیشه که. بعد میخواستم برم مدرسه اینجا، بعد خواهرم بهم گفتش که نرو، گفت مدرسه اعصاب تو چی خورد میکنه. گفتم چرا؟ گفت اینجوری که تو فکر میکنی نیست و اولا انقدر دختر بازی خبری نیست، همه با هم رابطن و فسن و بعد اونجا میری بعد مثلا کتاب بخونی، بعد تو مثلا الان انگلیسی خوب نیست که بشین کتاب بخونی جای کلاس، خجالت میکشی، مثلا به فشار میاد، نکن نرو. بعد منم رو حرف اون نرفتم، گفتم که اوکی من یه زمینم کالج. بعد کاری که میکردم تو کالج که هر وقت که زنگ تفریح مدرسه بود، چون داگلاس کالج روبروی دقیقاً مدرسه پاینتریه، بعد من فقط از این ور خیابون رفتم اون ور خیابونش هم که خیابون کالج بود، خیابون ماشین رد نمیشه توش. بعد هر وقت که زنگ تفریح بود من اونجا بودم، چون بچه‌ها دوستام هم 17 ساله بودن دیگه، بعد ما همه حال می‌کردیم. بعد زنگ که می‌خورد پرینسیپال میاد همه رو گفت برین سر کلاس، بعد بانک میگه برو سر کلاس، من نمیرم اینجا. بعد انقدر این حال میداد همه رو اینو گفتم من اینجا نمیدادم، من دانشگاه. بعد این مثلا یه چیزیه که اگه فکر کنم من میرفتم های اسکول واقعا فرق می‌کرد، یعنی رفاقتایی که میتونستم پیدا بکنم با یه آدمای مثلا غیر ایرانی، یا مثلا میگم نمیدونم دیگه واقعا یه دونه هواپیمایی که سوار نشدم. بعد چی؟ بعد دانشگاه که رفتی اون چه تأثیری؟ یعنی فکر می‌کنی اون خود دانشگاه رفتنه تو تموم کردی دانشگاه تو یا؟ ببین من 2 تا مدرک گرفتم. خب مدرک اولمو گرفتم توی کامپیوتر ساینس، مدرک دوممو می‌خواستم توی بیزنس می‌خواستم بگیرم، بعد سویچ کردم به اکانومی. بعد سال سوم دین دانشگاه به من اومد گفت آقا تو نگه مدرسه، شما مدرسه واسه تو ساخته نشده، تو ما چیزی نداری زیاد به تو یاد بدیم، تو آردی خودت مغزت بیزنسیه، برو فقط کار کن بیرون، تو وقت رو تلف نکن اینجا. بعد که اینو بهم گفت به بابام زنگ زدم گفتم آقا دیگه اگه رئیس دانشگاه داره من میگه برو بیرون، من با حرفش گوش بدم دیگه، چون اگه گوش نمیدم حرفشو بچه‌ها اصلا دارم میرم اینجا که حرفش مثلا مهم نیست، اگه حرفش مثلا مهمه باید بیام بیرون. بعد دیگه اومدم بیرون. ولی اگر کردیتی بخونی از یه نفری که دکترا داره بیشتر درس خوندم. منم یه جوری اینجوریام، خیلی کردیت زیاد دارم. آره من کردیت زیاد دارم، چون من یه درس رو تا سال سوم خوندم، یه درسم تموم کردم، واسه همین میگم میتونستم بیشتر دکترا درس خوندم ولی مدرکشو ندارم و دلیلش هم اینه که میگم رئیس دانشگاه برو بیرون، نه اینکه نمیتونم تموم کنم یا مثلا خسته شدم اینو راست میگه. رفتم و بیزنسی رو ساختم که سالی 4 میلیون در می آورد. منم چند تا رو بگم بعد بریم دور برگردیم به مال تو ادامه تو. من اول ساده هام شروع میکنم، اونایی که به پول ربط داشتم، چون یه سری هستن که عاطفی و احساسی و قلبی ان، اون تصمیم من هر روز نداشتم تا اینجای داستان. آره مرسی. منم چند تا از این سطحیام بهش برسم. یکی این که توی 20 خورده سالی اولی که اومدم آمریکا با یه یارو یه میلیاردر، یه بیلیونر دوست شدم توی آمریکا و رفتم پیشش زندگی کردم یه مدتی. بعد اسمش با پی شروع میشه. بعد خوب بود. بعد خیلی تجربه جالب بود دیگه. تقریبا خب با آدمای خیلی گنده تر و خیلی کلی مثلا تو حسابم $27 پول داشتم، با اون موقع مثلا بهم $100,000 پول دادن و مثلا یه وضع خیلی زندگیمو عوض کرد. ولی همیشه من اینو به عنوان یکی از بهترین و بدترین اتفاقای زندگی میبینم. آره به 2 دلیل. به خاطر اینکه از این طرف منو خب وصل کرد به یه دنیایی اصلا بی‌نهایت از امکانات و منابع و کانکشن و اینا، و از طرف من به عنوان یه هنرمند که تشنه بودم برای بهتر شدن
خیلی زحمت داشتم میکشم مثل خبر یهو هنوز به درجه خوب نرسیدم، مثلا از درجه 1 تا 100 هنرم مثلا من 9 بودم، یعنی خیلی راه داشتم هنوز توی آرتیست واقعا خوب و درست حسابی بشم. الان چندی مثلا رو 18 17؟ آره دیگه مثلا همون دور برام. بعد این آدم میدونی به من یه چیزی داد، یه هدیه‌ای داد که البته ما اون پولا رو دست وکیل دادیم که وکیلم بگه داد و اصلا اون خودش داستان طولانیه ولی اصلا برای یه اپیزود دیگه است. ولی منظورم از کل این داستان اینه که کاش الان داستانی بود که من با این پول بیت کوین خریدم چون دیوونه بودم و الان بعدین بیت کوین 300 میلیارد دلار پول دارم. داستان بعدین بیت کوینه. ولی اینو میخوام بگم یعنی توی این قضیه من همیشه فکر میکنم اگه هیچ وقت به این آدم پستم نمیخورد و هنوز داشتم زحمت میکشم برای اون چیزی که میخواستم به دست بیارم و الان بیشتر کار کرده بود، تناسب اون زحمتم به مقدار پول و شهرت و چیزی که در می آوردم متناسب تر بود، بیشتر زحمت میکشید. آره من فکر میکنم خیلی تو جای سالم تری بودم از لحاظ مغزی و روانی. نه فقط این آدم، بعد مثلا بعد از اون مثلا تو خیابون بودم، مثلا اینجا داشتم حرف می‌زدم، یهو پشت سر داشتم میگفتم توی کافه که آقا من یه کاش که ماشین داشتم تو، ولی زنه پشت گفت تو فلانی نیستی، تو نیویورک تایمز بودی، که من یه ماشین اضافی دارم بیا بالا تو. بعد تو یه برهه خیلی کوتاه مدت مثل خر همه از کهکشان همینجوری بهم رسید یادم. بعد من قدر این چیزا رو ندونستم. من هیچ وقت کهکشان طرف ما نبوده. من طرف خوش شانسی بودم. ولی مثلا میگم بچه احمق چی میگن dumb young and full of cum به قول معروف به قول آمریکایی‌ها، کله خری که اصلا یعنی مغرور بودن، آدم گویی بودن مثلا، یعنی چون تو ذهن خودم نه حقمه دیگه، مثلا میدونی بچه‌م هستی و مثلا فکر می‌کنی یه اتفاق میفته نه فلان و تو بچه میشه زیر 30 سال فقط. مثلا 20 سالشه نگه آره منم بچه بودم بچه. من که مغزم واقعا میگم تا چند سال پیش هنوز هممون همین فکر چی آره توی پهن بود. بعد آره دیگه ولی فکر میکنم اون باعث شد که هیچ وقت درست این رابطه سالمی با مقدار زحمت و کارم نداشته باشم. و خب این اتفاق وقتی که میفته آدم خب بعد هرس میخوره، چون توی مزه یه چیزایی چشیدی و توی لایف استایل حالا هی میخوای دیگه نیست. حالا تو مثلا به قول اینوری میگم 15 seconds of fame، 15 ثانیه شهرتی که داشتی از بین میره، بعد تو هیچ گویی نیستی، نه استعدادی داری، نه بلدی ساز بزنی خوب، نه صدات خوبه. صدات که خیلی خوبه ولی خب نه خب اون موقع تخمی بود. ولی میخوام بگم که یعنی یهو با خیلی یه پوچی میرسی و به یه افسردگی، بعد دوباره بخوای زحمت بکشی و دوباره به خودت به جایی برسونی. و میگم با همون اون آدمم اتفاقا یه کاری یه بار مثلا میتونستم باهاشون بکنم که هیچ وقت نکردم و کسی رفت جای من اونجا مثلا اون کارو کرد، مثلا چم 10-20 میلیون دلار پول در آورد، ولی اون آدم آخرش هم خودکشی کرد. یعنی میخوام بگم یعنی آدم توی موقعی قرار بگیری تو نمیدونی که مثلا ممکنه چقدر فرق کنه به حال تو. که در ادامه اون حرف چند سال بعدش ما چیزی به اسم بیت کوین شنیدیم، این موقعی که بود که $100 $200 بود که من نزدیک 500 خورده بیت کوین داشتم و اون موقع مثلا چه میدونم چند صد هزار دلار در آوردم و توش بقیه‌شم تو مارکت باختم، گفتم عمرن دیگه بره بالا و مثلا چقدر مثلا خیلی اون قدیمیانه مثلا کی این سال. بعد حتی مثلا فکر کنم اسکرین شات یعنی عکس دارم ازش، مثلا یه توی والتم چند تا بیت کوین بود و اینا. بعد اسم والتم مایسیلیون بود اون موقع والتی که داشت، اصلا نمیدونم دیگه وجود داره یا نداره. بعد این قضیه یه جوری بود که من اصلا فکر نمی‌کردم بیت کوین یه روز بهتره، که کانسپچوالی اون اوایل فکر می‌کردم که خب مثلا جالبه ولی خیلی نرد بازی، عمرن مثلا آدما به این مثلا هیچ وقت وا بدن. و فکر کنم وقتی که شد $70,000 یعنی چقدر مثلا 35 میلیون دلار، اینجوری بودم که تو موبایلم بود، یعنی تو موبایلم 35 میلیون دلار پول داشتم. داستان پیتزا از همه بدتره. اون یاری که پیتزا سفارش داد باش. آره خیلی. اگه بچه‌ها نمیدونن یه یارو بوده به پول امروز میشه نمیدونم 350 میلیون دلار، 350 تا 700 میلیون دلار بستگی داره به پول بیت کوین. اتفاقی که میفته 10-20 هزار تا بیت کوین داشته، بعد نمیدونه چیکار کنه، یه اد میذاره رو اینترنت که من 10,000 تا 20,000 تا چیز دارم بیت کوین دارم، چی بهم میدی؟ بعد من اینترویو رو دیدم کسی که گرفتتش میگه که من بهش مسیج زدم که چی میخوای، بعد میگه مسیج زد بهم پیتزا، بعد میگه دم پیتزا هات هم دیگه رو دیدیم، حالا دامینوز هر جا دم پیتزا فروشی هم دیگه رو دیدیم، بعد اون رو ترانسفر کرد به من رفتم تو مغازه با کریدیت کارت هم $19 پول پیتزا دادم، پیتزاشو دادم بهش رفتیم. ولی فکر کنم اونم پولو نگه داشت، اونم یه جور دیگه پولو داد. اون نه کسی 400 میلیون داره از این نه اونم خورد داده، ولی
ولی خیلی هستن که اون موقع یه والت ها و کیاشون رو دست دادن و هنوز کلی هارد درایو هست. یکی هستش که داستان معروفه که توی سر آشغال توی زباله نمیدونم کدوم شهر داره با شهرداری میجنگه که برید کل یه سرزمین زباله رو میخواد بره بگره دنبال هاردی که توش صدها میلیون دلار بیت کوین هست. خب هارد که دیگه خراب شدن. نمیدونم اون یارو توی دعوایی با شهرداری بود که بره بگرده توی این زباله ها اونو نمیذارن و نمیدونم اون داستانی بود که من داشتم میخوندم. واو. آره ولی میخوام اینو بگم این تای داستان منم اینه که یعنی همه این تصمیمایی که میگیریم ما فکر میکنیم که او اگر این میشد چقدر زندگی بهتر یا بدتر میشد نمیدونیم ولی میدونیم متفاوت میشه. آره میدونیم یه بازی ذهنی که داریم میکنیم دیگه وگرنه این گویی که امروز بودیم نمیشدیم اگه همه اتفاقات توی مسیر رو. ولی برای من همیشه جالبه به خاطر اینکه حالا قسمت بعدی بیشتر به چیزای عاطفی و احساسی ربط داره. میخوای تو بگوی چند تا بعد منم میگم. من داستان بیت کوین هم پس بگم چون اینم راست میگم یه دونه لایف چنجینگ میتونه باشه که من چون یکیش که نمیدونست اون حرفی نداره بزنه. من داستان بیت کوین هم از توی خود دارک تره. من کی راجع به بیت کوین میفهمم وقتی که بیت کوین $13 که من دارم میگم $10 رد کرد. مثلا فکر نمی‌کنم شاید $10 برسه. تو اون رنج هست. دقیقاً نمیدونم چه قیمتی بود. ولی یه رقمی دو رقمیه. بعد میفهمم که اگه بزنی تو کامپیوتر ماینش بکنی مثلا روزی بهت فلان قد میدن. زیادم میدادن اون موقع. حالا سیچویشن من چیه؟ من یه آفیس دارم که ما هفته‌ای شاید 20 ساعت تو این آفیس هستیم. بقیه خالیه. یعنی 100 ساعت به بالا این آفیس خالیه. یعنی میتونه کامپیوتر میتونه بیت کوین ماین کنه. بعد 6 7 تا کامپیوتر دارم. نمیدونم چند تا دقیقاً. 6 7 تا کامپیوتر دارم. کامپیوترام هم انقدر خفنه که یه نفر اومده بود دیده بود میگه برای چی همچین کامپیوتر خریدی؟ بعد من رفتم سافر بیت کوین رو دانلود کردم. زدم. اون اگزر روش کلیک کردم. باز شد. زد are you sure؟ بعد نشستم فکر کردم. گفتم آقا من که 2 روزه دارم راجع به این بیت کوین و اینترنت رو پاره کردم. خدایی اطلاعاتی نیست. نمیفهمم چیه. از اون ورم میگن نمیدونیم کی درست کرده. میتیاکور درست کرده یارو هم غیب شده میتسوبیشی ساتوشی ناکامیتو ساتوشی بعد یارو هم غیب شده فلان. بعد خب آقا داستانش که مکسنس نمیکنه. خودش هم که نمیفهمم چیه. خب من اینو میونم گذاشتم یه صبح میام همه کامپیوترام قرمز شده. بعد میگن که آره مثلا یا $100 بده بازش کنیم یا اصلا سوخت. یه دونه جوک بود از روسیه فرستاده بود میخواست خاله همه کامپیوترهای توی آمریکا رو سرویس کنه. گفتم من که نمیدونم داستان این چیه. من نمیفهمم این چیه. واسه این بیخیال شدم. این آریوشو رو زدم نو بسته شد. بعد زدم دیلیتش کردم. اگه اونجا من آریوشو یس رو زده بودم حتی من می‌خواستم سوال کنم قضیه ادامه داستان همین می‌خوام بگم این دوست بیلیونرمون خیلی آدمه اتفاقا باحال و مهربون و از معدود آدمای خیلی پولدار بود که واقعا خیلی هم بخشنده بود و تو چیزای مختلف. بعضی هم دهنش صاف شد دیگه چون هر روزی که داره پیچ میکنه بهش ایده برای بیزنس. بخاطر تو اگه مثلا اونقدر پول یه بیلیونر بودی مثلا چه یه سیستم ایجاد می‌کردی مثلا یه فاندی مثلا برای کسایی که خواستن یا چیکار می‌کردی تو اگه مثلا $1 میلیارد داشتی فکر می‌کنی؟ من اگه داشتم آره اتفاقا شاید تنها کاری که می‌کردم این بود. یعنی فقط میذاشتم روی حال کردن. ماهی یه بارم یه جلسه میذاشتم 2 روزه آدما بیان ایده‌هاشون رو بگن. پول میدادم. ماه دیگه میومدن روز اول اکسپلین میکردن اونایی که پول گرفتن. روز دوم آدمای جدید. من یه فاند مثلا 100 میلیون میذاشتم یا این فاند گنده میشد یا به فنا میرفت. اصلا هم چکش نمیکردم. بعد فکر میکنی به $1 میلیارد راضی بودی یا بازم خرحنبال میکردی 1 میلیارد دیگه؟ اصلا کار نمیکردم. یعنی اگه مثلا یه دولت هم میگفت آقا به این دلیل هم باید 600 میلیون تکس بدی فقط 400 میلیون بازم کار نمیکردم. ولی بریم پس ادامه اون داستانای دیگه تصمیمایی که تو زندگی چه میدونم رابطه خانواده چیزای دیگه که ممکنه مثلا روت خیلی تاثیر داشته بود که فکر می‌کنی عوض می‌شد. رابطه این لحظه بعدی که زندگیم عوض شد این لحظه است. توی با دوستم رفتم توی مال. بعد توی آینه نگاه می‌کنم می‌بینم یه دختره داف نشسته تو راننده. بعد یهو راننده ماشین پیاده میشه به دختره سلام میکنه. بعد میگم وا این دختر دافر تو میشناسی؟ میگه این فلانی بود. میگم خیلی خوشگل بود. میگه نه خیلی زشته. این دختر ما همه تو مراسم میشستیم یه بار تو ندیدیش به خاطر اینکه زشته. بعد گفتم نه خوشگله. حالا من به دلم نشسته بود دیگه.
خدایی زشت بود، چون بابا هم گفتم دختر میاد خونمون خیلی خوشگله. بعد من گفتم بابا خوشگله، گفت نه خیلی زشته. چون هیچ وقت نمیگفت، دل آدمو نمیشکونه. این اولین بار بود که دلمو میشکون. روزی که خیلی زشت بود. حالا من چی دیده بودم. بعد خلاصه این اومد چیز کرد، این اومد تو زندگی من و این سمترین شخصیتی بود تو زندگی من، چون که از یه خانواده کم کلاس سخت نمیدونم متفاوت اومده بود و وقتی اومد تو زندگی من خوشو گم کرد. یهو دید مثلا او پول و معروفیت و قدرت و نمیدونم اشغال و اینا چیکارا میتونه بکنه، بعد یهو خوشو گم کرد. که برای اینکه مثال مثلا بفهمی، یادم وقتی من باهاش شدم یه مغازه بود به اسم اکس، میرفت اونجا خرید میکرد. منم اوکی بودم، اکس هم مغازه همه چیز مثلا $8 $15 بود قیمتش، تیشرتاش هرچی. بعد چند سال تو رابطه بودیم، بهش بار گفتم که گفت میخوام بریم فلان جا لباس ندارم. خب یه دقیقه برو توی مال از این اکس، چون اکس لباساش خیلی غیر عادی بود، ارزونیش نبود، غیر عادیش بود، جالب بود. گفتم برو خب از اکس تو چیز پیکاپ کن همین الان، در مورد یه دقیقه پیکاپ کن. وا من برم اکس خرید کنم؟ من گفتم مادر من اکس به خود تو بلدم. دیگه حالا به خودت دیگه نمیخواد چه بگی، حالا مثلا دیگه شخصیت باور کردی دیگه خامان دیگه. من که تو از کجا اومدی، چه جوری تو اینجوری با خودت بیف داری، یعنی خودت بعد میاد. بعد این آدم 7 سال تو زندگی من بود. 7 سال این بیورزگی من بود، ولی در هر صورت تاثیرشون من بود. اگه این آدم مثلا تصادف میکرد دنیا میرفت یا مثلا یه اتفاق میافتاد ما هم جدا میشدیم، مثلا یهو موو میکردم میرفت فرانسه به خاطر اینکه مثلا دکتر شه، حتی این چاقال اصلا هیچ کاری نبود، الان هیچ گویی نمیخواد، لوزر. ولی اگرم یه چیزی بود از زندگی من میرفت، من خیلی زندگی من تغییر میکرد. این شاید سمترین و کثیف‌ترین ارائه زندگی منه. یعنی اگه مثلا من هر وقت هیستوری خودم نگاه میکنم، یه کتاب هیستوری خوشگلی که بزرگ میشه همش طلاکاریه، بعد یهو 7 سالش فقط سیاه رنگ ریخته بو هم میکنی بو گم میده. اون 7 ساله با این دختر است. اونم از نظر عاطفی منه. حالا عاطفیش مثلا مهم نیست، ولی از نظر اعتماد کردن به آدما، انسان دوستی، معرفت، پول خرج کردن برای بقیه، محبت کردن، همه اینای منو کشت. یعنی من یادم بودم که همه این چیزایی که گفتم بودم و همه رو پاک کردم. گفتم من دیگه نمیخوام هیچ وقت از هیچ کی اینجوری هرت بشم. شده 100 نفر از دست بدم، من دیگه هیچ وقت آخر زندگی به هیچ کمک نمیکنم. که حتی یه نفر بنده خدا پراود نیستم، ولی اتفاق منم همه چی میگم. زنگ زد از ایران به من که آقا من مادرم بیمارستانه یا پدرم بیمارستانه داره میمیره و انقدر پول لازم دارم. گفتم امیدوارم بمیره که دیگه نخواد انقدر زرج بکشی. گفتم به من چه ربطی داره، در صورتی که اگر آدم قبلی بودم 3 برابرش رو 100 بار میدادم. اون رابطه اینی انقدر دیگه مغزتو کرد که دیگه آره میگم مثلا من واقعا همون هواپیما هست که سوار میشی و من هواپیما رو سوار شدم که سقوط کرد. یه سری چیزا مثلا مرد، مثلا حاضر نیستم دست بزنم. بعد مثلا میگم اگه مثلا یکی از من $1000 ببره، تو مغزش میگه دود $1000 تو میلیونری، دیوونه اصلا $1000 فکر میکنی؟ $1000 برای من اندازه 7 میلیون دلار اذیت داره. مثل ایناست که PTSD دارم دیگه در واقع. دیگه تو جنگ کسی تقمیت بالا میشه، جیغ میزنه، گوشیشو میگیره، دست خودش نیست. منم اینطوریم. یهو هر کی که میاد یه اینجوری میکنه، من خط رو یه دونه اژدها میبینم، بعد میگم من نمیخوام. بعد بدترینش اینه که من با اژدها رو فیت کنم. من فیت میکنم، بعد اژدها میاد منو گاز میگیره. میگم چه داستان تخمیه، اژدها تخمی بود بقیه رو گاز میگیره، چون ما رو گاز میگیری. نمیفهمم. برای منم یه قسمت دیگه توی این تصمیمات، موقعی که رفتیم نیویورک با گروه هم برای سری اول، میدونی خیلی دوباره بعد از اینکه اون شکستای پولداری و فلان اینا همه خورده بودیم، یه موقعیتی بالاخره ارگانیکی پیش اومد که همه چیزاش خیلی باحال میرفت جلو. دور که یه قرون پول نداشتیم، هم فقیر بودیم و اینا، خیلی احساس می‌کنم تازه داشت کارمون به جایی میرسید به عنوان هنرمند و اینا که لیبل‌ها میومدن، MTV اومده بود، خیلی می‌خواستن با ما کار کنن و گروه قبلیم هایپرنووا که به انگلیسی می‌خوندیم خیلی قشنگ رو مرز این رفتیم که مثلا سوپر استار بشیم. ولی گوه زدیم باز دیگه. میدونی چی میگم؟ به خاطر حالا ایگو، تصمیمایی که من خودم من همیشه میگم من تقصیر بقیه هیچ وقت مشکلات زندگیمو نمیدونم. 99.9% مشکلات زندگیمو واقعا میگم تقصیر خودمه. یعنی
یه سری چیزا هست تو زندگی اتفاق پیش میاد که خارج از دست تو کاملا، به تو ربطی نداره. مثلا یکی اونور دنیا میزنه، یکی خونه من که آب داری. اومده. آره یکی میزنه اونور دنیا، یکی تو دوستش داری میزنه میکشه، اون دیگه اصلا کاملا خارج از دست توه. ولی یه جایی که آدم که خودش تصمیم داره و میتونست و تصمیم بهتری بگیره، من اینو اوایل پادکست خودم گفتم، میبینم چرا آدمایی که میگن آقا من هیچ افسوسی ندارم تو زندگی، من هیچ ریگرتی ندارم چون باعث که به آدم امروز تبدیل شدم. نه، من واقعا تو زندگیم چندین مورد هستش که واقعا پشیمونم ازشون، که اگه واقعا تصمیمای بهتری گرفته بودم، آگاهانه تر. این تصمیم نیویورک رو بگو، میخوام بشنوم. آره نه، تصمیم نیویورک خب در مورد گروه هایپرنووا. آره، و این قضیه که به یه جایی رسیده بودیم به خاطر سختی. خود می‌بینی وقتی آدم تو فقره، وقتی که تو فقیرترین و سخت‌ترین جای از لحاظ مالی هستی، تو خیلی تصمیم‌های بدی میگیری، به خاطر اینکه از یه جای دسپریشن میاد، از یه جای ترسی داری تصمیم میگیری، از یه جای تصمیم با اعتماد به نفس نمیگیری که آقا من مثلا دارم پولمو که اضافه درآوردم دارم تو جای سرمایه‌گذاری، حالا اگه دست رفتم خیلی مهم نیست. نه، تو داری با تمام جونت داری سرمایه‌گذاری میکنی و این اتفاق باعث که تو تصمیمایی که میگیری خیلی احمقانه تر باشه و یه تصمیم بعد پشت تا جایی که دیگه کمر تو رو خورد میکنه و دیگه کاملا مایوس میشی و ناامید میشی. و توی اون دوره یهو من عاشق شدم و رفتم مثلا یه شهر دیگه، از نیویورک رفتم. خب بعد اون عاشق شدنم باز از کمبودهای خودم بود، چون احساس میکردم که من اینجا هر چی زحمت کشم، هر چی رابطه داشتم، هر چی دوست داشتم، همه چیز رو از دست دادم. شاید توی این عشق من شاید مثلا یه چیزی جدیدی پیدا کنم و خود اون رابطه ولی باعث کلی نعمت شد تو زندگی، ولی دوره باعث کلی چیزای دیگه هم شد، یعنی بدبختی‌های دیگه شد. یعنی برام همیشه این سوال بود که اگه من هیچ وقت اون رابطه نمیرفتم تو زندگی من چه اتفاقی می‌افتاد؟ میموندم نیویورک، هیچ وقت نمیرفتم به شهر دیگه، شاید خیلی بچه‌ها و اتفاقای وحشتناکی که براشون افتاد شاید زنده میموندن، نمیدونم. یعنی آدم همیشه یه اگری فکر میکنه در مورد یه سری تصمیمات. چون دیگه دوستام قبل از اینکه فوت بشه میگم مثلا آخرین رابطه‌ام، آخرین مکالمه‌ام با هم یه حالت یعنی دقیقاً قبل از اینکه فوت بشه با هم دوباره آشتی کرده بودیم، ولی قبلش با هم خیلی دعوای بدجور کرده بودیم و اینا، و اون خیلی همیشه ناراحتم کرده بود که هر چیز احمقانه آدم با دوست صمیمیش دعواش میشه و دیگه با هم ارتباط ندارین و مسیر کاملا عوض میشه. و همیشه میگم مثلا یه آهنگی دارم به اسم تیتراژ پایان، دقیقاً در مورد همین داستان. مثلا داستان شعر اینه که من دقیقاً توی رابطه بودم که برام انقدر سخت بود دست دادن آدم. توی تصورات آدم آخرین بارم که آدم دیده بودم توی هواپیما بود که از یه اسکله داره میره بالا و بعد سوار هواپیماش میشه. بعد تو ذهن خودم یه جوری تصویر درست کرده بودم که این هواپیما اصلا سقوط میکنه و میمیره، چون تنها جوری که میتونستم دیل کنم با نبودن این آدم اینه که تو ذهن خودم جوری تعریف کنم که مرده. من آرزو میکردم که برم یه روز در خونه‌اش، مثلا یک سال آخر که تو رابطه بودیم، آرزو میکردم که برم تو خونه‌اش درو باز کنم، بعد به مامان باباش فوش خار مادر بدم، میگم مثلا فلان ننت مادر فلان، که اون یارو زنگ بزنه به دخترش بگه تو گوه میخوری با همچین کثافتی دیگه بری بیرون، که اون منو بکشه بیرون ول کنه. میفهمی چی میگم؟ ولی آره دیگه. بعد ما خب برای اینکه دیل کنیم با این سری موقعیت‌ها برای خودمون تو ذهنمون همه یه توجیهایی میکنیم. حالا منم میگم اونجا خیلی جوان‌تر بودم و اینا، براتون خیلی دیدم بازتر شد اصلا کلا به زندگی، به رابطه، به بیزنس و همه این داستانا. ولی برام همیشه سوال دیگه، اگه مثلا اون تصمیم یه جور دیگه میشد، اصلا من الان تو نیویورک بودم و هیچ وقت ایران نرفته بودم و اصلا کلا یه لایف استایل دیگه‌ای داشتم کاملا. آره دیگه راست میگی. ولی در آخرم میگم برای من مثلا خب داستان پدرم که تو ایران کشته شد، تو اوینم، اونم یه آخرین چیزی که برام، یعنی از جزء اتفاقایی تو مسیرهای زندگی اینه که یعنی اصلا انقدر عجیب غریب، یعنی پله‌هایی که و مسیرهایی که به هم وصل خواب نمیدیدی این داستانا که میشه فلانی باباش مرد این خودت یکی از اونها بشی. آره و مقدار مسیرهای مختلف که قرار گرفتن جلوت که بالاخره به این منجر بشه. یعنی تو این از اونهای عجیب ترین زندگیم واقعا مرگ پدرمه، چون هر قسمت زندگی یعنی 1000 تا مسیر بود، 1000 تا پله بود که میگفتیم بابا مثلا این ور سالن برو، نمیدونم امروز سوار اون ماشین، یعنی هر کدوم از این ممکن بود که امروز زنده می بود. و اینش خیلی عجیبه که نه باید همه اینا باید قرار میگرفتن پشت سر هم دیگه و پرونده سازی ها بشه و کثافتکاری جمهوری اسلامی بشه و توی جا توی موقعیتی باشی که اصلا تصورش هم نمی‌کنی همچین اتفاقی بیفته و دقیقاً اون روز اون اتفاق بیفته. یعنی
بعضی وقتا آدم مغزش سود میکشه از مقدار و بعد دیل کردن. برای همین مثلا آدما وقتی توی حالت سوگواری هستن و اینا، تو گریف، تو همش داری سعی میکنی حل کنی که چرا این اتفاق افتاد، از دلایل کهکشانی و فضایی میاری تا زمینی و فلان، و ته خطش فقط میتونی باش کنار بیای دیگه. میدونی مثل یه زخمی که رو پوستت با ترمیم بشه، با خوب بشه، ولی هست زخم و جاش هست هم میشه، ولی چرا کاملا هم بین نمیره دیگه، ولی اون جزئی از زندگیت میشه دیگه و باید یاد میگیری باش کنار میای دیگه. من حالا خوشبختانه متاسفانه هنوز با این داستان که پدرم دست بدم دیل نکردم. بعد چند روز پیش خونه‌اش بودم، گفت من فکر کنم دیگه دارم میرم، احساس میکنم بدنم ضعیف شده دیگه، دارم یواشاش میرم. انقدر سخت بود فاج. آره و این دیالوگ من برای همین الان هر دفعه با مامانم بغل میکنم یا برادرم صحبت میکنم، چون دیدی که مامان باباها، برادر خواهرها، خانواده بیشترین آدمایی که میتونن انگوش بزنن و چون تو رو پاره کنن. یعنی هیچ کسی نمیگم تو کره زمین بتونه تو رو نزدیک، از اونایی که به نزدیک‌ترن بتونه تو رو عصبی کنه. یا آدم غریبه بهت فوش بده آنها اصلا تخم نیست. بدترین چیزم بگن و ممکنه هرست در بده سر درد باشه و فلان، ولی اصلا یادت میره هرچی. به آدمی که به نزدیکی دقیقاً بلده که دست بذاره رو کجای قلب تو که قشنگ پارش کنه. آره خدایی. با یه جمله مثلا من تو خونه رد میشم، مثلا لیوان دستم میفته زمین، برای همین تو زندگیت ریدی. بعد کل زندگی میره زیر سوال، میدونی؟ یعنی لیوان پلاستیکی بود. آره خالی بود. دقیقاً هیچ اتفاقی نیفتاد. و آره ولی میگم با اینکه یعنی برادرم و مامانم برای من مهمترین چیزای زندگی من، به همه موقع حتی تو اون لحظه‌ام که دارم میخوام داد بزنم سرشون دعوا کنم عصبی شم، میگم نمیارزه واقعا، یعنی انقدر دوستشون دارم. میخوام همیشه اون مکالمه‌ام، آخرین رابطه‌ام باشون همیشه پر از عشق باشه که هیچ وقت پشیمون نباشه که وقتی از این دنیا رفتیم، هممونم چون میریم دیگه، هر لحظه میریم، ممکنه بریم، بدونم که تو قلبم همیشه تای فقط عشق بوده به سمتشون. این برام خیلی مهمه، یعنی خیلی به این موضوع آگاه هم دیگه. واو چقدر واقعا زندگیمون الان راجعش صحبت می‌کنیم. من از 13 شروع کردم، الان رسیدم به 30، فقط 3 تا 4 تا پوینت بوده که پوم 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 این پینگ پونگی که داره زندگی رو شکل میده. بعد از اون چی بود دوست من؟ بعد از اون نقطه‌ای که زندگی من عوض کرد الناس. آره می‌خواستم که آخرش اینم بگو بعد یه تمامش کنم ببندیمش. آره می‌خواستم بدونم که اصلا اگر امروز نبود تو زندگی چه فرقی می‌کرد؟ اگه النا نبود تو اصلا کجا بودی؟ خوشحال بودم. یعنی فکر می‌کنی تنها زندگی می‌کردی، با مامبا زندگی می‌کردی؟ یعنی من اگه النا نبود تو زندگی من جالبش اینه که مثلا النا هم نمی‌خواستم باشه. یعنی وقتی من از رابطه بعدی که اومدم بیرون گفتم آقا من دیگه نمیام تو رابطه، تموم شد، من میخوام تنها زندگی کنم، تنها بمیرم. ضربه خورده آره. کل شده بود دیگه. گفتم من دیگه نمیخوام تو هیچی باشم. بعد النا اومد جلو، دیدم ازش خوشم اومده، گفت من شوهر دارم، بچه‌م دارم. گفتم اوکی اگه اینو سیخ بزنیم دیگه عمرن این طرف ما نمیاد دیگه. بعد نگو سیخ ما خیلی مثل اینکه خوبه. این شوهر و همه چی رو ول کرد اومد. خب یعنی اینجوری تکنیک اینجوری گیر افتادم تو شما. فکر می‌کنم بعد النا هی میگه بیا دوست چی، من گفتم نه، من هی ناز می‌کردم اصلا ولش کن، نه نمیخوام تو رابطه باشم. واسه همین النا شانسی شد، من اصلا می‌خواستم نرم توی رابطه دیگه و تصمیمم بود که شروع کنم فقط مسافرت کردن، پیش دوستام میام برم و بعدش هم مامانم که میان کانادا موو کنم خونه، یعنی یه خونه با هم باشیم دیگه، من مامانم بابام زندگی کنم، سنشون میره بالا، از اون نگهداری کنم، اونها دنیا میرن تنها زندگی کنم، خودم بمیرم. پلنم این بود. بعد یهو النا اومد یه 180 کشیدیم مثلا رفتیم. پس خیلی این واقعا که بزرگترینات همین بود. خیلی این طرفون که پدردار شدی و میدونی بچه‌هات اومدن توی زندگی تو، خیلی این به نظر من بزرگترین بوده تمام چیزی که گفتی به نظر من، چون این تأثیرش خیلی عمیق‌تر از بقیه داستانا بوده. پول و این چیزا کوششه با ته خطش، حالا پولدار می‌شدی نمی‌شدی فلان، ولی این خیلی میتونه زندگی رو به دو تا آدم کاملا متفاوت. آره دیگه، بچه نداشتی، شور و هیجانات، اتفاقایی که میفته همش خوب نیست. ولی من پادکست تو از اون پادکستایی میشد که مثلا همش دخترای لخت میآورن و مثلا میگن به جلوی دوربین آره می فقط حال کنین و دنیا دو روزه و بی خیالش و
تا الان تقریبا همونی، الان داری حال میکنی دیگه، یعنی اون انرژی باحال خیلی خانواده غیر عادی دارم میفهمم، یعنی هر کی منو میبینه میگه من همیشه بهت گفتم به نظرم که باحال‌ترین مام باباها این شما تو، جوری که عشقی که و احساس مسئولیتی که بچه‌هاتون میکنید و جوری باشون رفتار میکنید. من دیدم تو چش بچه، من تو خونه خیلی زندگی کردم و نمیگم کسی بچه‌اش بده یا خوبه، توی چش بچه‌های تو وقتی میاد خداحافظی میکنم، بغلت میکنم، از ته وجودش با اون عشقی که میان تو رو بوس میکنن، یعنی لمس میکنه آدم ایران، یعنی معلومه که واقعا مامان و بابای خوبی هستین و این خیلی خیلی به نظر من پوان خفنی که تو زندگی دارید. واقعا دمت گرم دود. دمت گرم که میگی. من خیلی حال میکنم خدا وکیل، یعنی الان فعلا اینه. و آخرین اتفاقی که تو زندگی منو سرویس کرد بعد از این کروناست. من سر کرونا ویدیوش هستی که توضیح نمیدم، نزدیک 2 میلیون دلار ضرر کردم و اون 2 میلیون دلاری که الان اینجا نیست به خاطر کروناست و اون زندگی منو یهو سویچ کرد. یعنی من یه جای دیگه بودم و یهو منبع درآمدم که بساز بفروش بود شد 0 و یه چیزی که واسه من میلیونی بعضی موقع سال پول در می‌آورد یهو غیب شد و بعد از اون گفتم که دیگه فقط ریلکس، همینی که داریم دیگه تا همینجا شد. اگه 10 برابر این بود خونه الان 10 برابر بود، استخرش میگه واسه تو پیانو میزد. من خنده‌شو میگه سهیل از همینجا تکون نمیخوره، این خونه رو فقط آپگرید میکنه مثل ترانسفورمر، همه رو میکشونه اینجا، خودش واقعا فکر میکنم دیگه اتاقم بیرون نمیان، تا حالا تو سالن تلویزیون ندیدم. این خیلی برام عجیب غریب بود ولی باحال از این طرف دیگه، چون اون احساس مسئولیتی که میکنی که سرمایه گذاری در بازنشستگی و برای خود یه تکلیفت خیلی روشن، این به نظر من خیلی تو زندگی آدمو کمک میکنه. من این چیزی که بیشتر بهش نیاز دارم، تو دقیقاً پلنت میدونی که آقا تا بچه‌ها برن دانشگاه ما اینجا هستیم، اینقدر پول سیو میکنیم و 65 بعد دیگه امامت میکنم، اشغال میکنم، لرد و کینگ و برای خودم سلطنت خودم میشم و هر کجا دارم میدونم چقدر دارم کجای دنیا هستم دیگه. نباید من که آردی نه تلفن جواب میدم نه کاری میکنم، ولی اون موقع دیگه اصلا میخوام تلفن اون نکنم، میخوام نامه بفرستم، برام نامه کنم که او بعد به این شماره زنگ. دمت گرم سوهیل، خیلی حال داد باهات حرف زدم. خیلی دمت تشکر، خوش اومدی. آره واقعا دلم برای تایمش رو باید بیشتر هم دیگه برمیگردم ونکوور. مستی و نه مسجد و بچه‌ها دوست داشته باشید. دمتون گرم. چاکس.